بعد دیدن این ویدیو ایمان میاری که کثیف‌تر و چندش‌تر از غذاهای خیابونی هند هم در دنیا وجود داره. اصلا هند در برابر این کشور باید سر تعظیم فرود بیاره. قبل از اینکه بریم سراغ کشوری که از خیابوناش کثافت فوران میکنه، لایک و سابسکرایب یادتون نره و صفحه اکوفکت رو فراموش نکنید. خب رتبه اول چندش‌ترین غذای خیابونی میرسه به یک کشور پیشرفته‌ای که جنس‌هاش مثل نقل و نبات تو خونه‌های هممون هست. حتی همین موبایل قشنگی که دستتم تولید همین کشوره. تو این دنیا یه چیزی نمونده که چینی‌ها نرن سراغش و به عنوان غذا ازش استفاده نکنن. حق هم دارن. 1 میلیارد خورده نفر جمعیت رو باید یه جوری سیر کنن. اولیش غذایش سرشار از پروتئینه که ویژه ورزشکاراست. عقرب سرخ شده که خیلی معروفه تو چین. این عقرب‌ها توی خیابونای چین به سیخ کشیده میشن و یه جور تنقلات برای مردم به حساب میان. خلاصه که چینی‌ها اعتقادشون با اینه که این غذا کلی خواص دارویی داره و برای سلامتیشون مفیده و انقدر ترد و خوشمزه است که هر کی یه بار امتحان کرده حتی بار دوم هم امتحانش کرد. دومین غذای چندش چینی‌ها به تخم مرغ 100 ساله معروفه. البته هیچ وقت فکر نکنید فسیلی چیزی رو از 100 سال پیش به دست میارن و امروزه استفاده میکنن. نه، فقط به خاطر قیافه خشن و بدحال کنی که داره این اسم رو براش گذاشتن. حالا داستانش چیه؟ چینی‌های عزیز و محترم برای اینکه تخم مرغ 100 ساله درست کنن میان و تخم مرغ رو برای چند ماه داخل یه ترکیب سمی قرار میدن که توش خاک رز، خاکستر، نمک، آهک و پوست برنج داره. اینطوری رنگ سفیده تخم مرغ به رنگ قهوه‌ای در میاد و زردش هم میشه سبز تیره. بعدش بهش سرکه و سویا میزنن و میخورن و به و چهچه هم میکنن و اعتقاد دارن این غذا برای دستگاه گوارش خوبه و هضم غذا رو آسون میکنه. خب بریم سراغ غذای سوم، هزار پای سرخ شده که قطعا با پاهای کوچولو و فراوونش حسابی برای مردم چین لذیذ، جذاب و عشق و حال میکنن باش. میگن طعمش شبیه میگوی تازه است ولی پرتر و عین قند تو دهن آب میشه. مجدد باید اشاره کنم که این غذا هم به خاطر پروتئین بالاش برای ورزشکارا خیلی عالی و معمولا باهاش سالاد هم درست میکنن و میزنن بر بدن تا قشنگ هضم بگیرن. کلا خواهر و برادرای چینی کشت مرده غذای سرخ شدن و هر جانداری که اطرافشون ببینن داره حرکت میکنه رو سریع تو روغن سرخش میکنن. تازه اگه روغن نباشه گاهن یا خام میخورن یا زنده حتی. به این پرنده میگن تکاوک دریایی. به گفته کارشناسای چینی سوپی که با لونه این پرنده درست میکنن برای پوست خوبه. سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و کلی پروتئین داره. اصلا نمادی از ثروت و سلامتیه. حالا ما چون پولش رو نداریم بخریم داریم ازش بد میگیم، ولی ظاهرش نسبتا به بقیه غذاهای چینی قابل تحمل تره. خب بریم آخرین غذا رو هم بگیم. این غذا همونیه که هممون ازش زخم خوردیم، همونی که یه روزی ما رو به خاک سیاه نشوند و هنوزم داره تو رستوران‌های چین سرو میشه. کلا این مردم عزیز چین درس عبرت نمیگیرن. خفاش که همتون احتمالاً بشناسید، ولی قسمت ترسناکش اونجاست که معمولاً خفاش‌ها رو زنده زنده داخل آب میندازن و میذارن به جوش بیاد. بیچاره خفاش تا بمیره و تبدیل به غذا بشه یه دور وارد جهنم شده. بعدم این کله پاچه میذارن وسط میز و هر کی بهش حمله میکنه و یه تیکه ازش برمی‌داره. اینطوری بیماری و بیچارگی و فلک زدگی رو به کل دنیا منتقل میکنه. هر چی میخورید نوش جونتون، اصلا گوشت و چربی بشه به تنتون، ولی انصافا این زنده زنده سرخ کردن و پختن و آبپز کردن هر چیزی درست نیست.